الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در یکی دیگر از روایات باب الاخلاص در کتاب ریاض الصالحین، سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما جایگاه نیت خالصانه را مشخص کرده. ارزش و مقام نیت و هدف و غرض نیک و صالح را به ما معرفی فرمودند. می‌فرمایند که الله متعال به اجسام شما، به هیکل و اندام شما نگاه نمی کند. پروردگار به این نگاه نمی کند که یکی کوچک هست و دیگری بزرگ هست، یکی چاق هست و دیگری لاغر هست، یکی زن هست و دیگری مرد هست، یکی سیاه پوست و دیگری سفید پوست هست. این ملاک و معیار نیست نزد پروردگار. ان الله لا ينظر الى اجسامكم. الله متعال به جسم شما، به هیکل شما الله متعال نگاه نمی کند. ولا الى صوركم. به شکل و صورت شما هم نگاه نمی کند که یکی زیبا هست یا زیبا نیست، رنگ صورتش چگونه هست. هیچ کدام از اینا ملاک نیست نزد الله متعال. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم. الله متعال نه بدن شما را نگاه می کند، نه جسم شما را و هیکل شما را نگاه می کند و مد نظر هست، و نه هم شکل و صورت ظاهری شما. ولكن ينظر الى قلوبكم. منتها الله متعال به دلهای شما نگاه می کند. آن چیزی که معیار ارزش شما در پیشگاه الله متعال هست، زیبایی ظاهری شما نیست، بلکه معیار صاف بودن و پاک بودن قلب شما هست. در همین روایت، در همین زمینه، در صحیح مسلم یک لفظ دیگری هم اضافه بر این آمده که ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله متعال دلهای شما را نگاه می کند به اضافه اعمال شما. اگر به خاطر داشته باشید، قبلا عرض کردم که هر عملی دو تا جنبه دارد. یک جنبه باطنی دارد، یعنی انگیزه آن عمل که مرکزش قلب هست، و یک جنبه ظاهری دارد، یعنی کیفیت انجام عمل هست. الله متعال به اون دو قسمت نظر دارد. هم به قلبهای شما نظر دارد که در قلبتون چی دارید، قلبتون پاکه یا پاک نیست، آیا این نیتی که شما در قلب دارید، انگیزه‌ای که در دل شما هست، این صادقانه هست یا صادقانه نیست. و همچنین اعمال شما را نگاه می کند، آیا اعمال عبادی شما مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، منطبق بر آموزه هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما به ارمغان آورده، یا این که دچار بدعت شدیم و دچار خرافه شدیم، در عبادت هایمون، در اعمال عبادی خودمون کم و زیاد کردیم. اگر واقعا قلب ما پاک باشد، نیت ما خالص باشد و عمل ما
همسوی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطابق با آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، در این صورت قابل پذیرش است. در روایت دیگری در همین باب سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه و بیته 20 درجه. نمازی را که یک مرد میخواند در جماعت و در مسجد با جماعت نماز میخواند، ثواب این نماز 25 درجه یا 27 درجه بنابر روایاتی که وجود دارند بیشتر از اون نمازی هست که در محل کارش در بازار یا در خانه میخواند. نماز با جماعت 20 درجه بیشتر ثواب دارد از نمازی که در غیر جماعت و در غیر مسجد خوانده می شود. فکر میکنید که علت این که نماز با جماعت ثواب بیشتری دارد در چی هست؟ چرا نماز جماعت برتری دارد و 20 مرتبه بیشتر ثواب دارد؟ این را رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین حدیث بیان فرمودند. و ذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء. بدین خاطر وقتی که یک انسانی وضو میگیرد، فاحسن الوضوء، وضوی کاملی میگیرد، یعنی انسان باید دقت بکند در هنگام وضو که وضوش کامل باشد، آرام آرام با طمأنینت خاطر و با حضور قلب وضو بگیرد و اعضا را یکی بعد از دیگری به صورت کامل بشوید. میفرماید علتش این است وقتی که انسان وضو میگیرد و با خیال راحت و به صورت کامل وضو میگیرد، ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه، و بعد از آن از خانه بیرون می شود به طرف مسجد، هیچ انگیزه دیگر ندارد جز نماز. حرف از انگیزه هست، حرف از نیت هست، حرف از تصمیم و اراده هست که در قلب من و شما هست در هنگام عبادت. انسان مسلمانی که در منزل وضو میگیرد و بهترین وضو رو میگیرد و با اراده و نیت رفتن به مسجد از منزل خارج می شود، لا ینهزه الا الصلاه، هیچ چیزی این انسان مسلمان را در این وقت از منزل خارج نکرده مگر نماز، چون که وقت نماز هست از منزل خارج شده، وگرنه میتونست در منزل بنشیند و استراحت بکند، اما چون که وقت نماز هست از منزل خارج شده. خب به این انسان چی میرسد؟ ایشان میفرماید که لم یخط خطوة الا رفع له بها درجه و حط عنه بها خطیئه حتی یدخل المسجد. این انسان از لحظه ای که حرکت کرده برخاسته از منزل خودش به طرف مسجد، با هر گامی که برمی دارد 1 درجه و 1 پله به مقام و ارزش این مسلمان افزوده می شود و با هر قدمی که برمی دارد یکی از گناهانش بخشیده می شود و معاف می شود تا زمانی که به مسجد برسد. انسانی که با نیت رفتن به مسجد از منزل خارج شده، هر قدمش 1 درجه به اون میرسد، 1 نیکی به اون میرسد و 1 گناهی هم از اون پاک می شود. وقتی که به مسجد میرسد، فاذا دخل المسجد کان فی الصلاة ما کانت الصلاة هی التي تحبسه. واقعا الله متعال چه اندازه رحمت داره، چه اندازه سفره کرم الله متعال گسترده هست. فقط لازم هست یک بهانه ای رو ما داشته باشیم تا اینکه ثواب خیلی زیادی رو الله متعال به ما بدهد. می‌فرماید وقتی که این انسان وارد مسجد می شود،
کان فی الصلاة، گویا که در نماز هست. همین که وارد مسجد می شود حکم نماز خواندن را می گیرد. یعنی دقیقاً مثل این که یک کسی نماز بخواند چه اندازه بهش ثواب می رسد، این انسان مسلمان به محض این که وارد مسجد بشود تا زمانی که منتظر اقامه نماز هست به این فرد ثواب نماز می رسد. کان فی الصلاة ما کانت الصلاة هی التي تحبسه، تا زمانی که نماز او را نگه داشته نمیتواند از مسجد خارج بشود زیرا منتظر اقامه نماز هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که این فرد در نماز هست. والملائکة یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذی صلی فیه. این قبل از نماز بود. می‌فرماید تا زمانی که شما در محل نماز خودتون در مصلا و در اون جایی که نماز خواندید نشسته اید، فرشتگان برای شما درود میفرستند. والملائکة یصلون علی احدکم، فرشتگان الله متعال بر شما درود و سلام میفرستند تا زمانی که شما در جا و محل نماز نشسته اید. بسیار زیبا و جالب هست. از منزل که خارج بشوید هر قدمتون درجهتون بالاتر می رود و با هر قدم یک گناهی از شما بخشیده می شود. به محض این که وارد مسجد شدید حکم نماز می گیرید، گویا که دارید نماز می خوانید. و بعد از آن که نماز خواندید در همان جا چند دقیقه نشستید، فرشتگان الله متعال برای شما دعا می کنند، درود و سلام می فرستند بر شما. فرشتگان چی می گویند؟ اللهم ارحمه، پروردگارا این بنده ات را مرحمت کن، رحمت بر او نازل بکن. اللهم اغفر له، پروردگارا این بنده ات را مغفرت بکن، بیامرزش. اللهم تب علیه، پروردگارا توبهش را قبول بکن. ما لم یؤذ فیه ما لم یحدث یا ما لم یحدث فیه، تا زمانی که کار خلافی رو در مسجد انجام نداده، موجب اذیت و آزار کسی رو در مسجد فراهم نکرده، یا تا زمانی که بر وضوی خودش باقی هست، وضویش نشکسته، تا هر زمانی که شما در مسجد بنشینید فرشتگان برای شما دعا می کنند که اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب علیه. این سه تا دعا هستند که فرشتگان الله متعال برای کسانی این دعاها رو می خوانند که بعد از نماز در مسجد نشسته باشند. خب تمام این آثار مبارک و تمام این ثوابها و تمام این اجر و پاداش به خاطر چی هست؟ به خاطر نیتی که شما با آن از منزل خارج شدید و به مسجد رفتید. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نماز در مسجد 20 اندی برابر بیشتر از نمازی که در بازار و محل کار یا خانه خوانده می شود، به همین اندازه 20 اندی مرتبه بالاتر اجر و ثواب دارد. در روایت دیگر که سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کرده، بازم بسیار جالب هست. جایگاه نیت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم که چه ارزشی دارد و چه تأثیری دارد برای ما بیان فرمودند. ایشون میگوید که عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فیما یرویه عن ربه تبارک و تعالی، این فرموده ای هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پروردگار این رو روایت کرده، نقل می کند. گفتار خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، فرموده الهی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل می فرماید. الله متعال می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قال ان الله كتب الحسنات والسیئات، الله متعال نیکی ها و بدی ها را نوشته یا می نویسد.
نوشته به این معنی که در لوح محفوظ نوشته ثبت شدند. و هر کسی که نیکی یا بدی را انجام بدهد در نامه اعمالش ثبت می شود. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه توضیح دادن: فمن هم بحسنة فلم یعملها. هر کسی که تصمیم کار خیر و کار نیکی را بگیرد منتها انجامش ندهد، تصمیم گرفت، اراده کرد، نیت کاری رو داشت اما اون کار را انجام نداد، کتبها الله تبارک و تعالی عنده حسنة کامله. همین که شما نیت کردید هنوز کار را انجام ندادید، یک نیکی و یک حسنه ای رو الله متعال برای شما می نویسد، در نامه اعمال شما ثبت می شود، فقط و فقط به خاطر همین که شما نیت کردید، فقط تصمیم گرفتید که بلند بشوید 2 رکعت نماز بخوانید، ثوابش به شما رسید. به محض این که نیت کردید که یک صدقه ای را بدهید، الله متعال یک نیکی برای شما نوشت. این واقعا نشان وسعت رحمت و کرم الله متعال هست. می‌فرماید: و ان هم بها فعملها کتبها الله 10 حسنات. اگر انسان مسلمان تصمیم کار خیری را گرفت و اون تصمیمش را عملی کرد و آن کار خیر و نیک را انجام داد، الله متعال 10 نیکی برایش می نویسد. اگر تصمیم گرفت و انجام نداد، 1 نیکی. اگر تصمیم گرفت و انجامش داد، حداقل 10 نیکی رو الله متعال برای شما می نویسد. الی 700 ضعف، تا 700 برابر. 1 نیکی رو که شما انجام بدهید، الله متعال بر اساس نیت شما تا 700 برابر اون رو می نویسد. یعنی گویا که 700 نیکی شما انجام دادید. الی اضعاف کثیره، به این هم محدود نیست. هرچند نیت شما صادق تر باشد، خالصانه تر باشد، الله متعال این عمل شما رو پرورش می دهد، تربیتش می کند، بزرگش می کند. در روایتی هست رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که الله متعال صدقه شما را، 1 دانه خرمایی را هم که شما بدید، الله متعال اینو پرورش می‌دهد، بزرگش می‌کند، به اندازه کوه احد هم میرسد. فقط الله متعال یک بهانه می‌خواد از شما، یک بهانه‌ای باشد که الله متعال یک عمل خیلی ریز و دقیق و کوچک رو از شما به اندازه 1 کوه 700 برابر یا هزاران برابر اون را از شما قبول بکند. اما بنازم رحمت الله متعال را و شفقت الله متعال را. در ادامه می فرماید که و ان هم بسیئة فلم یعملها. اگر یک انسانی تصمیم بدی گرفت، تصمیم گرفت که فلان کار گناه را انجام بدهد، انگیزه گناه و معصیتی در قلبش اومد، آیا الله متعال به محض این انگیزه و خیال، به محض این تصمیم و اراده، آیا گناه می نویسد؟ نه، نمی نویسد. می فرماید و ان هم بسیئة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة کامله. اگر تصمیم کار بدی را داشت اما عملیش نکرد، نه تنها که الله متعال بدی را برای شما نمی نویسند، بلکه یک نیکی می نویسد. بله، یک کار خیری را الله متعال به شما و برای شما ثبت می کند و می نویسد. تصمیم داشتید که علیاذ بالله یکی مثلا زنا بکند، دزدی بکند، یکی را فحش بدهد، مال کسی را به ناحق بخورد، غیبتی رو انجام بدهد، اما فوراً متوجه شد و انجامش نداد. این یک نیکی و حسنه هست. یعنی باز آمدن از اراده سو و از قصد سو و نیت بد در شریعت اسلامی یک عمل خیر هست که ارزش دارد نزد الله متعال. آری، الله متعال نیتی را که شما داشتید برای گناه و عملی نکردید، آن را به عنوان یک حسنه کامل می نویسد.
و این هم بها فعملها كتبها الله سیئة واحده. اگر کسی انسان نگونبختی تصمیم به گناه گرفت و گناه را انجام داد، الله رحمان و رحیم فقط یک گناه می نویسد، فقط یک گناه، بیشتر نه. اگر تصمیم گرفتی انجامش ندادی، یک نیکی می نویسد. اگر این تصمیمت را عملی کردید، فقط یک گناه می نویسد. الله اکبر، الله اکبر. آره، اگر کار خیری انجام دادی، یک مساوی با 700 یا بیشتر از این. اما اگر کار بدی را انجام دادی، یک مساوی با یک، بیشتر نه. آیا باز هم می شود که از چنین پروردگاری انسان ناامید بشود، از رحمتش دل ببرد؟ نه. یکی از علما می فرمایند که هیچ وقت دهگان بر یگان غالب نمی شوند. دهگان بر یگان غالب نمی شوند. گناهی را انجام بدی مساوی با یک هست، یکان هست. خیری رو انجام دادی مساوی با 10، مساوی با 20، 30، مساوی با صدها، 100، 200، 700، بیشتر از این. پس بنابراین فقط و فقط یک حرکت میخواد از من و شما، یک بهانه، یک جرقه که الله متعال من و شما را ببخشد و اون جرقه از قلب من و شما شروع می شود. یعنی نیت صادقانه و خالصانه را داشته باشیم. این نزد الله متعال ارزش دارد و با نیت صادقانه هم خود ما ارزش پیدا می کنیم، مقرب و محبوب الله متعال می شویم و هم اعمال ما. به امید این که همه من و شما مقرب بارگاه الله متعال باشیم و نیکی های ما صدها برابر به ما ثواب برسد و گناهان ما را الله متعال ببخشد و مغفرت بکند، شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.